بالای ایران هستیم. تماشا کرده منم کوه و دوستو عزیز امرو را دیدیم بهش بریم این کوه دیدیم کوه دماوند فردوسی بزرگ در شهرش چند بار به کوه نامش گرفته دیدین چه کوه این دعا را که به شکری پادشاهی زی نظر مران گدارا و ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکری پادشاهی زی نظر مران گدارا زیرکی بیده سیرت به خدای خود پناهم زیرکی بیده سیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب صاحب مدد دهد خدا را و ملازمان سلطان که رساند این دعا را کی برد نزدی شاهان زیمنی گدا پیامه کی بگوی می فروشان 2000 جنب جامه شده ام خراب و بدنام هنوز امیدوارم کی به همتی عزیزان برسم به نیک نامه و ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکری پادشاهی زی نظر مران گدارا زیرکی بیده سیرت به خدای خود پناهم زیرکی بیده سیرت. دوستای عزیز یک برادر اعظم دولتی روس زنگ زد که ما از مسکو به تاجیکستان بار میارم و آدم میارم و همین مرا یک بار اکرام نمیکنی. خب قبول به همین برادر من این رقماشو میمونم نفرانی که تاجیکستان میان که بار روی میکنن این برادرم برادر خدمونه تاجیک بوده یا دیگر منو دستگیری کنین این رقماش محرمت کنین زنگ بزنین اینه. سلام علیکم برادران، ما اومدیم صبح سلامت در مسکو رسیدیم. از کدگی باشه روزای نزدیک ده طرف تاجیکستان سفر داریم چیزای 4-5 ده میرفتگی و باشن اگر زنگ بزنیم میبریم بارم باشه میبریم مقصد. تلفنم 907 02 07 50 واتساپ هم دارم در همین نمره واتساپ خطی زنگ بزنین و چخ منین اگه میرفتگی باشه اکو اینا مرحمت
ماشینای کامفورت اینا پاساژیرو مول نفوردن همه کش در دوری ماشین شتگی اینا بچه همه دونه صبح سوار اینا بچه همش گذاشتن گراند سر یکم تاش نگشت